تو دوران صفوی شاه عباس به شوخی کردن معروف بود. یه روز یکی از درباریان به شاه گفت که الاغ شما خیلی قوی و چاق شده. انگار زندگی اون از زندگی رعیت‌ها خیلی بهتره. شاه هم دستور داد یک پارچه مخمل قرمز طلاکاری شده با آویزهای نقره رو روی الاغ بیاندازن و در کوچه بازارهای اصلی اصفهان رها کنن. الاغ با افتخار قدم برمی‌داشت و مردم با تعجب و با خنده به اون نگاه می‌کردن. مدتی نگذشت که الاغ شروع کرد به سر و صدا کردن. انگار از زندگی سلطنتی از طلا و نقره و پارچه‌های مخملی خسته شده بود و فقط دلش یه مشت جو می‌خواست. این داستان به گوش شاه عباس رسید. شاه عباس هم خندید و گفت دیدید ظاهر همیشه فریبنده است. الاغ را حتی اگر طلاکاری کنی باز هم دلش برای یک تار علف تازه تنگ می شود. خواستم بگم ارزش اصلی آدم‌ها به ظاهر اونها نیست، به ماهیتشونه.